سلام، به کانال استاد آماتور خوش اومدید. امروز قراره تمرینات مغزی سرگرم کننده و جذابی رو برای تقویت تمرکز، حافظه و تیزبینی بهتون یاد بدم. تمرین شماره 1، جستجوی اعداد. در عرض 30 ثانیه اعداد 1 تا 25 رو به ترتیب روی جدول پیدا کنید. این کار سرعت پردازش و دید محیطی شما رو تقویت میکنه. تمرین شماره 2، ترفند رنگ متن رو بگید، نه خود کلمه رو. این کار تمرکز، حافظه و انجام همزمان چند کار رو تقویت میکنه. تمرین شماره 3، چالش چشم بسته. چشماتون رو ببندید و سعی کنید بنویسید، نقاشی کنید و یا تایپ کنید. این کار باعث افزایش آگاهی میشه. تمرین شماره 4، هماهنگی در جابجایی دستها. با یک دست علامت صلح و با دست دیگر علامت اوکی رو نشون بدید. حالا علامت ها رو سریع تغییر بدید. این کار هماهنگی و ارتباط ذهن و بدن رو بهبود میده. تمرین شماره 5، استفاده از دست مخالف. از دست ضعیفتون برای انجام کارهای روزمره استفاده کنید. این کار باعث ایجاد ارتباطات عصبی جدید میشه. تمرین شماره 6، انجام بازی فکری. بازی‌های چالش برانگیز مغز مثل سودوکو، شطرنج یا جدول کلمات انجام بدید. این بازی‌ها قدرت تصمیم گیری و حافظه رو تقویت میکنه. تمرین شماره 7، استفاده کمتر از فناوری. کمتر از فناوری استفاده کنید. لیست‌ها رو حفظ کنید. محاسبات ذهنی انجام بدید. اعداد رو به خاطر بسپارید. این کار حافظه و استدلال مغز رو تقویت میکنه. این 7 تمرین رو برای تقویت مغز انجام بدید. لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.